سلام به بچه. قبل از اینکه شروع کنیم بچه لایک کنید، کامنت بذارید. دیگه از این بهتر نمیتونیم پلتفرم و کسی براتون توضیح بده. پلتفرمی که شما رو از 0 تومن میتونه به میلیاردها پول برسونه. واقعا میگم بعضی بچه ها توی ایدراپ دیگه حدود 2-3 میلیارد پول گرفتن. از اون کسایی که گرفتن واقعا به پوزی متوجه میشید. پس دیگه زحمت کشین واسه دوستان، شیر کنین، همه با هم پولاشو میگین چه قضیه، ترید کنید از اون بیاد اینجا دیگه. خب اینکه واک پرکس رو من کامل توضیحاتشو بدم یه لحظه. برای اینکه ساخت اکانت اینا بهم یک پیام هر کی میخواد تو تلگرام بده تا آموزش بهشون بدم. من اینجا فعلا میخوام بگیم چطوری حرفه‌ای بشیم تو این پلتفرم. خب اولین ایدراپ رو با هم شروع میکنیم. بچه اینکه واک پرکس دیگه که پلتفرم پیام رسان یا اشتراک گذاری و در حوزه بلاکچین و وب تری و اینکه ایلان ماسک هم جدیداً فارم رو در توییتر تعطیل کرده، میتونه همه رو هجوم بیاره. یعنی همه افرادی که تو بلاکچین فارم میکردن و همه پروژه بیان سمت این واک پرکس. پس خیلی میتونه ریوارد خیلی بالایی در سالهای دیگه، یک سال دیگه مخصوصاً حجم افراد زیادی مخصوصا ایرانی ها بیان پس اینجا. پس از همین الان همینطور یک اکانت بسازید بذارید داخلش، بعدا میتونید با قیمت بالا، چون آیدیاتون یونیک باشه، میتونید بفروشید. خب اولین کار با هم شروع میکنم یا گوشت. بچه‌ها من همه اینا لینکاشو توی تلگرام میذارم، توی یوتیوب نمیتونم. خب وقتی که گوشت رو توی واک پرس میاریم، توی بیوش آدرس ساب پیجش هست، وبسایتش هست. وبسایت اشتباه رو نرید. ایدراپو اینجا سرچ میکنه، هم گزینه بالاش هست، داشبوردش رو بس میکنیم. خب هیچ افرادی که اون اول بار میان چطوری تیپ بگیرن این مهمه. هیچ کس تیپ نداره تا خیلی کار کنید و تیپتون بیاد بالا. اکانت اصلی من که بند شد به خاطر همین بود. من حق تیپ نداشتم ولی زدم. پس حواستون باشه، یه اکانت بود با حدود 4000 تا فالوور. خب واسه اینکه یک کست حرفه‌ای بنویسیم و لایک و کامنت بخوره بعد چیکار کنیم؟ اولین کاری که میکنیم اینه که اصلا هیچ پولی بچه‌ها نباید بدیم تو این پروژه، چون سیزن اولش. اینو دقت کنید. مثل دیگه الان سیزن سومش 50000 تا فکر کنم دیگه نیاز داشت برای خورد تا بتونیم شامل ایدراپ بشیم. اینجا از بینگ رو بچه‌ها اینم براتون میذارم. مثلا من گفتم بتمنی که داره گوش میخوره، بعد همه پستاتون در مورد گوشت باشه، اینا حواستون باشه و عکس یونیک خاص رو بیارید. من اینو ذخیرش میکنم. بله همین رو دانلود کن برام. بیام توی واک پرکس کست رو میزنیم بچه. اینجا از گزینه این تصویری اینو میزنیم، اینو اوپن میزنیم. وقتی که باز شد میزنیم. بعد اینجا بچه‌ای که گیر دارن تو زبانشون میتونن اینجا اینها رو سرچ بکنن. ببینید مثلا بعد من اسمیت ات نایت و مثلا می‌نویسید که همینو کپی کنید و بذارید اینجا. بعد ببینید یک اسلش LP رو حتما باید بذارید. بعد اینجا ببینید، ببینم میشه اینجا. ببینید اینجایی که آبی کردن اینجا حتما بذارید کانال LP باشه. این کلی کانال LP رو حتما سرچ بذارید باشه. و اینجا 2 تا اسلش خود از من LP من براتون کس نذاشتم، چرا نمیشه؟ خب بعضی بچه‌ها ایراد دارن یا مشکل دارن چرا بچه LP رو نمیاد، چون ما اینجا چنل LP داریم این کست رو میذاریم، پس نیازی به این نداریم. حواستون باشه. این کست رو ما میذاریم کامپلیت بشه با گذار. وقتی که ویو رو میذاریم الان اینجا چه می‌کنیم که کامنت های بالا بخوریم، ریتوییت بخوریم. یک لایک میکنیم اول پست خودمون رو. اینجا گزینه کپی لینک میزنیم و میایم توی نوتیفیکیشن و هر کسی که از ما حمایتکار مثل آقا بهزاد اینجا میزنیم توی کامنت ها، اینو میزنیم گود. مثلا یه خوب مینویسیم /LP. ببینید LP الان اینجا برام میاره، اینو ریپلای میکنیم. هم از اون حمایت میشه و هم تو پست به همه اشتراک گذاری میشه. بیایم اینجا و داره اینو بعدا بهتون میگم. ببین دوباره اینجا بحثا واسه این آقا میفرستیم داینستان سلام نایس LP میذاریم یا اون چیز رو بذارید بچه ها. یا بیایم داخل خود هم این استیکرشو کپی کنیم و بیایم تو همین که هست چند تا از این گوشتا بذاریم، همین ریپلای. بچه هم ببینید پیاماتون هم مثل هم نباشه، پستاشو لایک بکنید که اونم بیاد از شما حمایت مقابل حمایت. بیایم اینجا
دوباره اصلا آقا اسماعیل بیایم اینجا دوباره پست آخرش بچه ببینید حمایت کنید اصلا اینجا و دوباره همینجا LP ببین LP گذاشته باشه اینجا میزنی این چند تا گوش میذاری LP. خب این از این کست گذاشتم پس کستمون رو میذاریم و چنل LP رو توی سرچ میذاریم بکنن که راحت بتونه باز بخونه. این چند دقیقه دیگه همینطور همه لایک میکنن. پس کسایی که ازتون حمایت کردن زیر پستاش اینو کپی لینک کنید و بذارید. این از هم و حدود 1 ماه اینو به طور مداوم انجام بدید. بعد بیاید همون تو اون داشبورد حق تیپ هاتون رو ببینید. بهتون حق تیپ میده حواستون باشه. این از این. گزینه بعدی که میتونم بهتون بگم واسه این کامنت گذاشتن است. بچه حتما رعایت کنید که چطوری کامنت میذارید. بچه های ایرانی هم تقریبا همشون با هم اینو همه ایرانی ها بیایید حمایت بکنید ازشون. مثلا این گربه میاو میاو این چینیه بذارید لایک کنید. این چینی ها خوب حق تیپ میدن نامردا. بذار نایس یه نایس هم بذارید بچه. بعد این LP هم بذارید همین پستا لایک کنید رو ریکوست هم بذارید روزی 2-3 تا کستم بذارید حله. این از این. ایدراپ دوم چیزی نیست جز فایر. خب فایر رو چطوری ببینم من میتونم فایر رو اول پیداش بکنم. اینا فکر کنم ایدراپ خوبه من جدیدا اینو رو دارم کار بکنم. بذارید بچه اینو نوتیفیکیشن. خب این همین الان چیز کرد بهم 40 تا برگردوند من ولی حق تیپ خب ایدراپ فایر چطوریه؟ اینه که ما اینجا میزنیم روی آنلاکش بالانسمون اول چک میکنیم میزنیم روی بالانس. من الان حدود 9700 تا بالانس فایرم 3600 تا حق تیپ کردن دارم. روی این گزینه این چهارخونه این میزنیم و واسه هر کسی که واسه ما فایر خیلی راحته. فایر هم لینکش رو براتون توی تلگرام میذارم بزنید واسه همه فایر بزنید. کسایی که لایکتون کردن کامنتتون گذاشتن واسه اونا گوش فایر یا هم آتش حق تیپ کنید. این هم خیلی عالیه و میتونه ریوارد خوبی بده. بچه دیگه هم هیچ فکرشو نمی‌کرد انقدر به ما ریوارد بده ولی داد. به همه حق تیپ بدید خیلی خوبه. اینا در آینده به همتون کمک میکنه. آقا رضا اصلا ببین بیا چیز کن کامنت کن بعد این LP ببینید اصلا نایس یه LP هم بذارید بالا سرش. این از این آپدیت های بعدی هم میدیم. این هم از آتش و هیچ ایدراپ دیگه هم خوب نیست. بچه مینت هایی که اینجا هم میذارن این الکی مینت نکنید حواستون باشه. اینا خیلی هاش واقعا خیلی به درد بخور نیست و شما اصلا پولدار نمیشید یا کاری نمیشید. این آقا خیلی خوبه نیکایلا یه همچین اسمی هم داره. همین کافی بود واسه امروز. امیدوارم که بتونم آموزش خوب دیگه رو بهتون اشتراک بذارم. بچه‌ها حمایت کنید واقعا میگم سخته اینا در آوردنش زحمت میخواد. واقعا من خیلی داریم سطح میکنم تا بتونیم این همچین چیزها و ریوارد هایی بهتون یاد بدیم. امیدوارم که موفق باشید و همین دیگه. خدا